غروب یکی از روزهای سال 1976 در روستایی نزدیک شهر کیف، پایتخت اوکراین، در یک خانواده فقیر پسری به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد، یک روز زمستان، باد سردی می‌وزید و ابرهای سیاهی در آسمان بودند و نم نم بارانی هم می‌بارید و فضای خانه به دلیل فقر و نداری غم‌انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به آمریکا بفرستد. اما خودش در آنجا ماند تا کارهایش را انجام دهد و سپس به آنها ملحق شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا، دولت آمریکا آپارتمانی به آنها داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه به عنوان رفتگر مشغول به کار شد. بعداً به کمک مادر یک دکه فروش مواد غذایی راه انداخت. به سختی زندگی می کردند تا اینکه 5 سال بعد از ورود به آمریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدتی درگذشت و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. جان در دبیرستان به برنامه نویسی علاقه‌مند شد. بعدها وارد دانشگاه شد، اما آنجا هم دوام نیاورد و اندکی بعد وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعداً دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تک کلام مردم آمریکا واتساپ یا چه خبر گرفت که همین واتساپ تبدیل به واتساپ شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کوم فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده و دنیا را تکان داده است. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته ترین، سریع ترین، آسان ترین و پرطرفدارترین پیام رسانهای اجتماعی جهان است. واتساپ حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان است که قلب حدود 1 میلیارد انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت و رفتگر بود، امروز با 104 میلیارد دلار ثروت جزء 100 ثروتمند جهان به شمار می رود. این بود قصه حماسی و سراسر احساس خالق واتساپ، یک وسیله ارتباطی نوین که مردم در سرتاسر جهان هر روز حدود 30 میلیارد پیام با آن به یکدیگر ارسال